یک دعای خیر به حق ما همه نفرانی که امروز از عزیز یکم دیگه ما لکی حرفی جمع دیگه برای چه خیر حمد می نداریم که هر چیزی که برای آب و نان هر چیزی که آب الله مهربان تمام خیر و احسان و نیکی هاش نبودن بر همه راه در کیا دارین اسفال کردگی سلام درود بر شما. الحمدلله دیروز به ما خبر اومد که بارهای ما از اگیپت رسیدن یکم دست. الحمدلله وقتی که از مصر میبیاید انا همین گونه میبیاید ما میگیریم اپاکوفکا میکنیم برای شما پیشنهاد میکنیم سر میکنیم از انا همین ماست برای پیسی بهترین مزه برای استراخاندروز و روماتیسم مزه شترمرغ و اینچنین این ایش را توصیه میتیم برای راههای نفس هم هوی کردن برای زکام برای گریپ بهترین اسپری میباشد و اون نفرهایی که اذیت میکشن از خورش دست این بهترین مزه برای نرک‌های رو برای پریشه این را توصیه می‌کنم. اینجا بهترین مزه‌ها هستند. برای معلومات بیشتر شما می‌توانید که در رقم‌های ما مراجعه کنید. ان شاءالله دکتر برای شما عادی کردن می‌فهمونه. مغازه سیارت‌شو در خدمت شما ای بندگان خدا. مزه‌های ما از اگیپت و هر کجا. السلام علیکم دوستان و هواداران سومنای راین پروداکشن. امروز حضور داریم در ناحیه فرتا جماعت ظفر دهه سامانه چور. الحمدلله طول چندین ماه انتظار بودیم که همین روز میرسه. با خواست خدای مهربان امروز رسید. امروز ما شده شوی ریختن اسفالت در جماعت ظفر دهه سامانه چور قید میگیریم که گوشت ما ریزش کرده چقدر خوش دیگه خوش با عجایب بود میشود همه برای همین مردم حرکت کنیم. الحمدلله دوستان عزیز یکم دیگه ما لکی حرفی برای آبادانی راه از جانب صاحبکارا و مردم محل انمی کار جمع دیگه در این پرا میگذاریم نگاه کنید خور و کلان همه جمع دیگه برای چه خرسندی و خوشبختی و خوشحالی میکنه که امروز در جماعت ما دهه ما چی دسای اسفال چی دسای. دوستان عزیز امروز دیگه که میبینین از حساب برادر عزیز ما اکه ایراجان و حاجی فتلو برادر عزیز ما اکه احسان جان اینجا بسیار نفرای هستن که نام شونه گفتن نگیریم به خاطر هوسمند گردانی ای حمد می نداریم که هر چیزی که برای آب و نان هر چیزی که آوردن امروز اینا با دست شما کردیم از نام شما کردیم یک دیگه در اینجا ماندگی کردگی و اینا دیگه از نام فرزندای بابای برای اینا نگاه کنید دوام برکت شده دو دیگه در اینجا ماندگی برای چی برای انمی معرکه به واجا چه سلامتی خوبم امروز چه خوش چی میگه خریف شده گای نومرو اکه نعمت همه مونیم در اون نوار به نهایت بسیار سراخ کردگن آشی امروز یک بدو میدوزیم یک دونه گوشت دو دونه برنج و دو یک به یک بده همین دایره میکنم اورا اینا ان شاء الله کی برکت داره اکه ای برکت داره اینا همه نموده زیره و مرچ همه چی دوستی سر بعد اینجا برای پرهیزی هم داره مسپیدای که من مرحمت برادران عزیز اون میگن که به پی مرا که در بیمانی هر چند که اسکندر زمانی امروز از انمی کلانای ده ان شاء الله دعای نگ میگیریم در حق شما نفرای خیر کننده دعا میکنم که امروز دو دیگ موندگیم مخصوصا بهترین شخصیت جماعت حاجی فتحالله و اینا شخصای کلان ده در همجا هستن ان شاء الله در حق همه خیر کنندگان. السلام علیکم یک دعای خیر به حق ما همه نفرانی که امروز از آنمون خودترین خیری که سر کردن تو کلانترشن یک دعای نگیم شب که الله مهربان خیر و احسانی که امروز برای آبادی وطن آبادی کشور کردن خداوند خیر و احسانشون به درگاهش قبول کنه. الله مهربان در این گرمای تابستان که کوشش کردن زحمت کشیدن برای آبادی این وطن علم هم تعاون کردن خیر کردن احسان کردن دیگه نعمت‌های گوناگون در اینجا آماده کردن برای مهمان‌ها. الله مهربان تمام خیر و احسان و نیکی هاش به درگاهش قبول گذشته‌هاشون پروردگار رحمت و مغفرت فرزندکاشون عمری درازی با برکت پروردگار در ما و در جانشون برکت عطا کنه از فتنه ها و از بدی ها خداوند حفظشون کنه. الله مهربان همیشه کشور ما و شما را ملت ما و شما را سربلند نگه دارد و پروردگار در کارهای آبادی و آبادانی کشور مخصوصا این جماعت پیشروی را
آرزو میکنیم که خداوند همیشه پیشروی در کار و بار و باشه. الله اکبر. سلامت باشید. هزار رحمت. دوستان عزیز، امروز بهترین روز در جماعت ظفر ان شاء الله در حق همه برادران خیرکننده دعاگو باشید. ان همه بابای عزیز ما یک دعای نیک میگیریم چون که بهترین شخصیتان و ان شاء الله دعای یا نزد پروردگار قبول میشود. السلام علیکم حاجی بابا. یک دعای امر خیر برای هم کاری نیک ان شاء الله. یک بلندترک ان شاء الله. مبارکی عمر خیرم بگوید میشم همه چی بگوید میشم همین دیگه همین بابا شما آخرون بار همه راه در کیا دارین اسوال کردگی؟ ما خودم میگم خدیم رجب بدی همه خودی کارزم ساردم بود شانستم بود شانستم بود شانستیم بدگی سنگ بود همه یک 50 سال شدگیه؟ زیاد شدگیه؟ اسوال در کردن همون ای دوره همون شوراوی ها؟ ای همون دوره بود دیگه دیده بشه واقعا زمین مرداره خدا رفتن بگیره الحمدلله یکیون جان اقبال آور و پروردگار بخشی به انجام رسوندنشان نصیب روزی و خیر احسانشان به درگاهش قبول کنه اشتاشنا رحمت مغفرت و همیشه داریم به دست خیر باشد توی من خیر دیگه پیوش باشم استاد بالا برام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرفة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخل الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن برحمتك الله أكبر.